همیشه منور گردد، جا گردد، رای راست نهیدایت. امروز خرسندی داریم مهربان نگویه لاگر برن تو ساعتای نونیم دند همونجا بشیم لاگری پیشنه نه خودمون هم که چوخونو کشیده گیم همونجا نه خدا خرسنده داریم ساعتای دند همونجا بشیم انشاءالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد اعوذ میخوند امام، بسم الله میخوند، سوره فاتحه، زمین سوره، رکوع میکنیم، سجده میکنیم، بعد دیم رکعت میخیزیم. با شما خاموش نیستین، با بسم الله میگد امام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. امروز انشاءالله عید رمضان، عید بزرگ اسلام عظیم و شان ما شما قرار داریم. از این لحظه، از این فرصت استفاده بوده بر شما عزیزان تبریکی این انشاءالله یعنی روزی سعید را میرسانیم. عید رمضان بر ما و شما تبریک، این صبر و شیکیابی و این عهد و وفا تبریک. زی الله مدد جویم در راه مرادی خیش، بویی به مشام آمد از بادی صبا تبریک. از به مناسبت فرارسی این روز سعید شما را تبریک و مبارکباد نموده. از درگاه خداوند برایتان خانه آبادی، صحت و سلامتی، عمر دراز، خوشی های زندگی، تینجی و آساشتگی، براری کار، رزق و روزی فراوان و به دسترخوانی پرفیض و پربرکات آرزو داریم. و اینچنین مسافران عزیزی که امروز از وطن بیرون انشاءالله خدا خواهد در مسافرت ها این روزی خودسندی را پیشواز میگیرند و این برادران هم خدا خواهد که از وطن دور هستند موفقیت، برای کار و خداوند یک کارهای خوب مناسب بیند و خدا خواهد به یک کیسه های پرس و یک روزهای خرسندی که امروز انتظاری پدر و مادرشو انتظار هستند، فرزندکاشو همسراشو انتظار هستند. الله سبحانه و تعالی به یک صحت و سلامتی باز به خاندان و از وطن عزیز برگشتن الله نصیبه بدارد. بگذار در این وطن محبوبمان همیشه صلح و ثبات، آرامش و آسایشتگی، فیض و برکات و فراوانی، روزگار و اینچنین در این ماه مبارک 11 ماه دیگر به طفیل ماه این شریف رمضان الله سبحانه و تعالی ماه پرفیض و
پربرکات، چی در دهقانیات، چی در سوداها، چی در انشاءالله خلاقت کارهایی که پیش نقشه داریم، الله سبحانه و تعالی انشاءالله فراوانی عطا نماید. این چنین جناب عالی شفقت مرزیای عزیزان من و جناب مفتی شیخ نوریدین حاجی این چنین برای هر یک شما یعنی تبریکاش رسوندن التماس کردم. از جانب اینها هم به شما عزیزان تبریک و مبارک باد. عید مبارک باشد عزیزان من. الحمدلله عزیزان من، ما یک ماه الحمدلله چیکار کردیم نزد الله سبحانه و تعالی، چی روزانه چی شبانه الحمدلله چیکار کردیم. البته انشاءالله طاعت کردیم و عبادت کردیم. و حاضر در نماز که یک خداخواه سوره مبارکه ضحی که مخصوص برای محمد صلی الله علیه و سلم است و در آخرین آیت میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما بنعمت ربک فحدث. ای محمد صلی الله علیه و سلم البته از نعمتهای خداوند هم سبحانه و تعالی برای مردم چیکار کن؟ سخن کن. ما امروز سخن میکنیم که این بهترین نعمت در وطن عزیزی ما و شما چی است؟ تینجی، آسایشتگی، خاطر جمعی است. الحمدلله. ببینید این بسیار نعمت است. پیامبر اسلام که دو نعمت است که از وی مردم محروم میمانند، یکی تنصیحتی و یکی خاطر جمعی عزیزان من. تنصیحت خاطر گردد جمع، دان که دارا و اسکندر پیشی تو کم. میگه اگر خاطر جمع باشد، تنصیحت باشد، همین اسکندر ذوالقرنین که ای مغرب ضبط کرده گرفتگی است پیشیت نکمه. میگه برای چی؟ چون که این قدر آبادی ها، هیچ قدر انشاءالله خداخواد این آزاد طاعت عبادت کردن همه ما شما چی است؟ توفیلی انشاءالله چی است؟ یعنی تنصیحتی است، توفیلی صلح و امنیت است، توفیلی خاطر جمعی ما و شما است. خدا سبحانه و تعالی در سوره ابراهیم آیتی انشاءالله یعنی 34 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این تعدوا نعمت الله ولا تحصوها. اگر شما میگن نعمت خدا را یعنی شمار کنه، به شمارش نمیرسه. خدا خواهد انشاءالله من به تو دمی قرار نتوانم کرد، احسانی تو را شمار نتوانم کرد. گر در تنی من زبان شود هر موی، یک شکری تو از هزار نتوانم کرد. عزیزی من، اگر همین بدنی ما شمونده هر یک پشمی که وجود دارد همین خدای تعالی زبان برارد و سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفتم شکرانه اینا بجا آوردن میتونیم ما شما. همین بینید ما شما 360 رگ و پای آفریدگی است. 360 پرواده داریم. 360 پرواده امروز کار میکند. پرواده چشم الهی اومدگی شنولش، پرواده گوش، پرواده عقل، پرواده دست، هر یک پنجه پرواده داره. تو دیدیم رگا است که همین ماشین از همین انسان گشتش دیگه است. همین چشماش فاره ماشین است. این دهنت خداخواد انشاءالله بیزیر زک شده هم بک داره که زد نماز دد بریکش. خداخواد هم تصور که خداخواد عیناً انسان است. از همین انسان عالما الله عقلش افزود و همین ماشین بینه چقدر پرواده ها دارد. هر یک لمپ چیز من شما پرواده ها داریم. شکرانه کنیم که پرواده امروز در کار است. بینید دوره های شوراننده اگر همین چیلی کار نمیکرد ارمیه نمیگرفتن. ببین همین چیلی کم رالی زور بازی میکنه. برای تیر انداختن همین چیز در بینش نمیشه است. ببین همین هم نعمت. شکرانه کن. نه قچیدناش نه یفسیدناش. آدمایی هستن که امروز به دست هستن. همترسمی؟ این تنیسی حتی شکر که آدم هست که سالها در یک جا خواب هستن. همتره آرزوی خیستن دارن. آدم هستن که راه رفتن نمیتونن. آدم هست که چشماش عاجز است. من یک پیش چشم عاجز هم صحبت شدم. گفتم برادر چی آرزو داری در دنیا؟ شاید الله امروز بکن. میگن من یگانه آرزو دارم که یک بار خدا چشم بکشاید. یک بارک دنیا ایرابش نبینم، یک بارک مادر من، یک بارک پدر من، یک بارک فرزندام من. بچه حضرت دعا کن. همین آرزو است. بینید ما این قدرش امروز نمیرسیم. ما شما این در چی کار رو صرف که اساده فقط میپرسید خداوند از این چشم و گوش و دست و پا که کجا صرفش کردی؟ این چشم و گوش ها را چشم میگه از برای دیدن آیات قدرت است.
گوش از پی شنیدنی اخباری حکمت است. عزیز من این چشم برای قدرتی خدا را دیدن نشون داد. میگه یک به عقلبی شکرانه کن، یک به مارگی شکرانه کن. این گوش برای پی شنیدنی اخباری حکمت داد که در صحبت عالما بشنو. چیکار کن؟ انشاءالله خدا خواهد این گوش میگه استفاده بر. وقتی که میگه انسان بزرگا میگه از خواب میخیزی، یک بار چشمات میگه میکشوی که دیدی که تمامی اعضا در حرکت است، خانه چپه شدگی نیست، بچیکات آرام مزه کرده خوابن، میگه خیزو الحمدلله. پیامبر نازنین صلی الله علیه وسلم هر سحر که بیدار میشدن دعا میکردم پروردگار شکر بخیرت که من از یک خواب مرگ بیدار کردی. این خوابم یک مرگ است عزیزان من شخصانه نمیدونم که از خوابش خستگی نیستم. من اینجا برادر بسیار بچه هاش در مسجد خدمت میکنن، با توش محمد خدا رحمتش کرده باشه، خواب میروند ساعت 8 میشد میگن پدر خواب است ببین چی کارش میکنیم بیدار کردم. یک دم میگن چون که آدم دائم ساعت 3 میخستن یک بار قشلاق دار میزنن. سبحان الله. همون ساعت خیلی که نخستیان 8 شده است 9 شده است اینقدر خواب را با وقت میخستن و وقتی که میجوبانن شو خوابی دراز هستن. جان به حق تسلیم کردیم عزیزی من. انشاءالله این از خواب بیدار شدن هم یک نعمت الهی است خدا خواهد انشاءالله عزیزان من. این بهترین انشاءالله خدا خواهد. و یکی دیگرش انشاءالله میگه زنی خوبم یک نعمت عزیزان من. خدا یک زنی خوب خدا خواهد داده، زنی با تقوا، با دیانت، نماز خون، حجاب دار، دائم در خدمت شیع لبیک میگد عزیز من، میگد شکرانه کن. زنی خوبی فرمان برداری پارسا، کند مردی درویش را پادشاه. اینه همه شب غم خوری غم مدار، همه روز غم خوری غم مدار، که یاری موافق بود در کنار. میخبره که دایده پیشکت برایا استکات بوسه کنه مرد جان ایسان ما اومدی از کار بود. این زنی از این خوبتر نیست. این امام احمدی حنبلی یک صاحب مذهب است، وقتی که از کوچه می اومده است زنش دویده میبود پیش، میدید از چهرهش که خرسان باشد، میگفت است مردک چهرت خوب است بسیار، الله چهرت با خوب کند. میدید است که غم است، میگفت است برای چی است؟ میگفت است اگر برای کاری دنیا باشد، میگفت است کفاک الله، خدا آن کفایش کنه. وقتی کاری آخرت است بود، غمی آخرت زادک الله، خدا زیاده کنه. ببینید زنی خوبم انشاءالله جنتی ما و شما است. ببینید جنتی ما و شما است خدا خواهد انشاءالله. در همین دنیا راحت میکنی، مزه میکنی انشاءالله خدا خواهد. چیکار میکنی؟ با او زن زندگی خوب میکنی انشاءالله خدا خواهد. هوا را ببینید، هوا یک نعمت. من ببینید همه هوا را دیدین 5 سال پیش یک هوا را خدا تغییر داد، یک میکروبچه عادی ترین که دنیا را فرا گرفت، همه خدا خواهد دهنامون را بستیم، هممون ترسیدیم. طوری همه خدا خواهد چه حالت ها گذشت از ما و شما، همه در ترس و لرز خدا خواهد. حتی مسجدهای مبارک بسته شد، حتی کعبه مبارک بسته شد. الله از این بلاها ما را دور کند خدا خواهد. آرزو کنیم که هرگز مسجد ما و شما بسته نشود تا قیامت. مکان آبادی دنیا و آخرت عزیز من همین مساجد است. دنیا با چند چیز قرار میگیرد، یکتاش آبادی های مسجد است عزیزان من. ببینید یک تا عادی ترین، ببینید همین هوا برای ما شما از همه چیز از طلا قیمت است. باور میکنی هوا نباشد ماشین در کار نیست. همین بلانت اگر دم نداشته باشه همین دم هوا است. ماشین هیچ جا نمیجیم بعد خواهی که در 100 میلیون دلار گرفته باشیم بیکار است. ببینید همین در خدمت ما شما است. شیخ سعدی چی میگه؟ ابر و باد و مه و فلک و خورشید در کارند، تا تو نان بکاف آری و به غفلت نخوری. همه بعضی بحری تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ای بنده یک غافل میگه بین دنیا را، این باد، این هوا، این آفتاب، این مهتاب، این زمین و این آسمان همش در خدمت توست.
همش در پیش تو عاجز هستن، چون که همه چیز خدا برای چی آفرده است؟ برای انسان. سره افقات میخری، سره کار میکنی، لباس زیبا، تنی سیاد، این اعضا تا یک بار بین خدا حق سبحانه چخیل صورت زیبا داده است. بینه همین خدا خود در کار هستن. میگه اکتی یک کف نان یک لخته یا بیو نخواه که 5 وقت نماز اکتا نخونی، نخواه 5 وقت در بالای جای نماز نبرایی. گویی که سبحان الله، الله پاک هستی، من آفرین از یک قطره آب حرام انسانم کردی، در یک قطره آب انسانی خوبم کردی. این انجینری من و تو الله هست. خدا در قرآن میگه ان الله یصورکم کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندونه در بچه‌دان های مادرات و خیلی بخواه، خواه سیاه، خواه زرد، خواه سفید، خواه نر، خواه مادر، خواهی دوگونی چی خواهی انشاءالله خدا خدینه. خدا آفریده است. لقمان حکیم سوال داده، یک لقمان جان از سوره قرآن، سوره لقمان از جهت خوب خدمت کردنش الله در قرآن جاش داد. شکل پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن چی داد خداوند؟ سوره محمد دادش. همین لقمان حکیم بینین دوره هایی که انشاءالله خدا خود یعنی غلام بدن، کل بدن، خواجهش میگه خریدش، بسیار دوستش میداشت، به حتی همین خیشید که به لقمان طعام نمیخوردگی شد. میگن یک روز میگن یک خربزه آوردن، بسیار خربزه را لقمان حکیم دوست میداشت. میگه 6 تیلیم کرد خربزه را و 5 تیلیم شا لقمان حکیم داد. لقمان حکیم میگه یک دهن گم نزده، میگه 5 لقمه را خورد. 6م لقمه را میگه باید خوجینش کلیده، همین که مجردی میگه با دهنش موند، گزیدن زمان رنگش تغییر یافت. بسیار میگه خربزه تلخ بود، اینه بسیار تلخ، حتی میگه خوجهش زبانش ورم کرده رفت از تلخی را. بعدی سیاحت شد لقمان جا که اینجا بیا بچم، من قابل شدم 5 بونه که تیلیم خربزه را خوردی، یک بار اقل ابرود کج نشد. من با مجرد یک دهن گزیدم همین که زبانم ورم کرده. باعثش چی گفت؟ خوجه این گفت همه کناز و نعمتم دادی، همه قدر خوردم و اکی یک نعمت تلختونه ناشکری کنم نونکوری است. گفت سبحان الله. امروز این ناز و نعمتی که ما شما دارید عزیزان من، این لباس های زیبا، این ماشین های زیبا، این خانه های زیبا، باور که از خانت تلفن میزنی افقات و دست است یا نمی در کار باشد افقات زکست میکنی. از خانه تلفن میکنی تاکسی زدید نزد دروازه هست، حضور کیلومترها رفتن نیست، در یک سوتکه اوکری دنیا میروی. امریکا من این هم چی است؟ باعث نعمت الهی است. الحمدلله سبحان الله. شاعر میگه شکرانی نعمت نعمتت افسون کند، کفرانی نعمت از کفت بیرون کند. اگر شکر کنی خدا نعمتش از زیاده میکند. عزیزی من تصور که من امروز شاه ها خدمت دارن، الحمدلله شاهی ما شما هم بهترین شاه هست، الحمدلله جناب عالی خدا خواهد انشاءالله. بینین چقدر اینوستیس آرده سادن، چقدر گجای میروند یک چیز کنده میآیند که تا که هموطنای من انشاءالله قوم و جمعیتی من پیشرفت کنند، حیات و زندگیشو خوب شد. عالی مقصد این است که خدا خواهد انشاءالله برای خار و ذلیل نشیدن قوم و جمعیت شاه ها خدمت دارند. خدا مبارک کنه خدا خواهد. الحمدلله این شاه ها را یا که دیندارا را بینین، جناب مفتی بینین، شیخ محمد کی را بینین، هر روز خدا خواهد چی هستن در خدمتی قوم و جمعیتی ما و شما هستن. اگه ما چی یک کوچکی خدا خواهد وطن هستیم، همین کوچکی وطن باید ما هم نعمت ها را همیشه آسایشتگی را خاطر جمعی را خدا خواهد انشاءالله به قدرش برسیم. لقمان حکیم یک سوال دادیم با که برای چی سگ زائد نمیشه و گوسفند برکت دارد؟ اینجا یک نعمتی بزرگ است. بینید سگ تا 8-10 فرزند میکنه، داریم گوسفند جدا کنه 2 تا میکنه، جدا کنه 3 تا میکنه. نیکی برکه گوسفند نسبت سگ زیاد است. برای چی؟ لقمان حکیم توی که چون که سگ شب بیدار میشده است، وقتی
فیض و فتوح و برکات درمدن صبح در خواب غفلت میشده است. گوسفند ببینید گفتن گوسفند شب خواب میرفته است، در وقت صبح بیدار میشده است و سبحان الله الحمدلله الله اکبر باعثی خدا خواهد زیاد شدن روز شپایسته بساده است. از همین جهت لقمان گفتن که چون که برکت در گوسفند بسیار است. اگه ما شما عزیزان من صبح که دمید ترم بخیز انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر اسلام حتی در سحرخیزا 1500 سال پیش دعا کرده اللهم بارک لی امتی فی بکورها، پروردگارا برکت در عمراش و رزقاش و کسب و کاراش و خانهاشو که کسانی که سحر با وقت میخیزن انشاءالله خدا خواهد. سحر با وقت خیستن همه مشکا کنیم حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد. سحر خیسته انشاءالله در بازار شده آمدی چی اعتباری خدا خواهد انشاءالله رحمت الهی شیم. وقت هم شده است انشاءالله یک چند مراتب یعنی تحلیل میکنیم خدا خواهد نیت و تکبیرات و بیاشتایی که خطا نکنیم انشاءالله عزیزان من. نماز خدا خواهد اید همگی 2 رکعت است خلاص عزیزان من. 2 رکعت نماز دارد. بسم الله الرحمن الرحیم نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید رمضان با جمله تکبیراتش که واجب این وقت است. روی آوردم به قبله من بر طرف کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ایستاده، خالص لله تعالی الله اکبر میگیم. همه سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک میگیم. خاموش میستیم. بعد چیکار میکند؟ امام 4 مراتب تکبیر میگد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بعد اعوذ میخوند امام، بسم الله میخوند، سوره فاتحه، زمین سوره، رکوع میکنیم، سجده میکنیم و دیم رکعت میخیزیم. با شما خاموش میستین، با بسم الله میگد امام، الحمد میخواند، بدی الحمد با یک زمین سوره کرده قبل رکوع میگد. مذهب امام اعظم رحمت الله که مسئله فقهی پیش از سجده رفتن با 3 مراتب تکبیر میگیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. امام رکوع می رود، رکوع سجده میکنیم و سلام میتیم، یک قسط خطبه و قسط دعا و همین عید انشاءالله خدا خواهد ادا میشه. امید میکنیم خدا خواهد انشاءالله بیشتر همجور نمیشه. خدا خواهد انشاءالله همه خدا خواهد انشاءالله آماده با یک کیفیتی بلند شد. خدا خواهد امروز عید است. من نمیدونم که در چهره‌های شما غم و غربت باشه. و دین نماز همون انا خدا خواهد در راه کوچه با کوچه نداو، مردادارا دروازه تو پوش. امروز پراز میکنیم، امروز مایرم، امروز خدا خواهد انشاءالله امروز خرسندی های، امروز گریه نیست. مزار نداره، مزار 3 روز پیش دیدن نکرده. زن تبوک مزار نه خدا خواهد انشاءالله امروز همون روحای همون بیان بسامجون میکنیم. بیان امروز مایرم، امروز خرسنده بیان رفته در اونجا هر روز کرده 2 تا خوک خیلیده. اگر بالای یک قبر میگد یک چمچق برایت یک فیل برمدگی است. بالا بالای قبر نداره اینجا بشی بخون جا اگر دوست داری. در عصر ها نمیمد یک تاپت بیاد دویزد اگر وجود نه پکازو خامه میداد پیش این بیا خدا خواهد انشاءالله. امروز خرسندی اینجا برمده یگانه کاری میکنه که ما شما مرحمت خدا خواهد زیارت خیش و تبارا، زیارت یتیما، صغیراها، بینواها خدا خواهد. بچه یکات نخوریم یک 100,000 بیت ایدیته برای گو بچه من از 1 ساعت بعد برو میرم گو بچه من ذکر گو ایدی دادن سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بچه هاتون زناتون فراوانی کو زنه گو 1 کیلو گوش میارم انداز امروز یک پرز نکنیم ابیتونه یک خدا خواهد میرم کنیم با نور بالای نور نشه. خرسندی ها شادی ها مادرها پدرها زنده باشن برای پشکه باشه بوسه کرد وای غنیمت است، ای ها غنیمت است. وای نباشد میگه امک بجای پدره امک تا زیارت کرد. مادر نباشد خاله میگه بجای مادر خاله را زیارت کرد. دلش بیاب انشاءالله دعاهاش رو بگین سعادت این دنیا و دنیا انشاءالله خدا خواهد مشرف میشین. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله
پاک و پروردگار چی مسئله هایی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانید، در دلهای مایان نوری ایمان، نوری قرآن، نوری اسلام را جاگیر بگردانید، همیشه برای راست، برای صراط مستقیم هدایت نمایید، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایید و آنانی که در این دست کشیده هستیم پروردگارا چه مقصد و چه آرزوها داریم، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله سبحانه و تعالی اله برآورده خیر بگردانی، بیماران خدا خود شفا، قصدداران خدا خود نجات، به فرزندای صالح کرامت نما، به بختای اهل اسلام بختاش نکشاده بگردان، آنانی که از ما گذشتند محتاج یک کف دعا هستند قبرهاشون پر نور، آخرشون آباد بگردانی، آنانی که در سفر هستند از این سفر دارند سفرهای با برا صحت بردی سلامت با کیسه های پرباری های سرخ نزد خاندان نزد وطنی عجب، سوداگران را در سوداش، هنرمندان را در هنرش، کاسبان را در کسب و کارش، دهقانی را در دهقانیش و طالب علمایی که چی دنیاوی چی آخروی طالبان هستند در علمش اله خدا و برکات عطا در تمام دنیا تینجی آسایشتگی خاطر جمعی فیض برکات، خصوصا در جمهوری ما که ما سر ملت هستیم، بین ملت ها مهر و عاقبت یکدیگر فهمی دوستی را برقرار بدار. رئیس جمهورم خدا خودت یعنی آمدی کار از بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشید، برای بهبودی زندگی مردم تا رئیس ناحیه کمری همت بسند، در کمری همتی آنها فیض و برکات و این استقلالیت آزادی که چه در دین و چه در دنیا برای ما نعمتی بسیار داد تا قیامت پایدار بداری. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السمیع العلیم و توب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمته.